بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. به نام خالق هستی عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان عزیز. در اولین برنامه استودیو خبر شهری هستیم با نام برای شهر و کار ارزشمندی از روابط عمومی و روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری گرگان. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو برای شما عزیزان مهیا کرده باشیم. در خدمت میهمان ارزشمند برنامه هستیم، جناب آقای دکتر نصیبی، فرماندار معزز شهر گرگان که امروز افتخار داشتیم در خدمتشون باشیم و سوالاتی رو در رابطه با مسائل شهری ازشون خواهیم پرسید. دکتر خیلی خوش آمدید. بزرگوارین. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان برنامه برای شهر، به ویژه شهروندان عزیز گرگان زمین. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خدمت از ماست. جناب دکتر، با توجه به اینکه شما در سالان گذشته و البته الان فرهنگی بودید و در حوزه فرهنگ ید طولایی داشتید، ما این اتصال بین مسائل فرهنگی بین شهرداری، فرمانداری و اعضای محترمی که حالا در شورای شهر حضور دارن، این تعامل فرهنگی دوستان با مجموعه فرمانداری چطوره؟ خب خدمت شما عرض کنم که بخش زیادی از وظایف شهرداری غیر از فعالیت‌هایی که در حوزه عمران و حوزه سخت افزار انجام میشه، علاوه بر این فعالیت‌ها بخشی از فعالیت‌های شهرداری در حوزه فرهنگی اجتماعی است. خب به هر حال مستحضرین که شهرداری خودش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی داره و علاوه بر این سازمان بسیاری از پروژه‌ای هم که داره شهرداری اجرا میکنه اگر با پیوست‌های فرهنگی اجتماعی همراه باشه اجراش به صورت مطلوب‌تری انجام میشه و عمدتاً هم خب به هر حال هم مجموعه بدنه شهرداری، هم مجموعه اعضای شورای شهر و عمدتاً حالا دوستانی که در حوزه‌های مختلف شهرداری دارن کار میکنن از سابقه فرهنگی اجتماعی هم برخوردار هستن و این کار رو یه مقدار راحت‌تر میکنه توی تعاملات فیمابین مجموعه شهرداری، فرمانداری و بعضا نهادهای فرهنگی. راضی کننده بوده؟ خدمت شما عرض کنم که نمیشه گفت که 100% تو این زمینه اون مد نظر فرهنگی اجتماعی برآورده شده، اما خب به هر حال تو این زمینه‌ها گام برداشتن و امیدواریم که خب به هر حال من تصور و نگاه من اینه که از متوسط سایر شهرها بالاتر بوده، اما اینکه بخواد به صورت مطلوب و کامل بوده باشه نه. جناب دکتر، به عنوان فرماندار که حلقه اتصال دولت و شهر هستید، اصلی ترین مأموریت و نقش شهرداری در ساختار حکمرانی یک شهر چطور تعریف میکنید؟ من بخوام به زبان ساده صحبت کنم و همه فهم، برای هر فردی که صبح از خانه بیرون میاد، از ابتدای ورودش به محدوده شهر و بیرون آمدن از حریم خصوصیش با فعالیت‌هایی مواجه میشه که کاملا مرتبط با شهرداریه. از فضای سبز جلوی در منزل، از سرویس حمل و نقل عمومی. خدمت شما عرض کنم که اگر خودش بخواد بره به هر حال توی خیابان با ماشین شخصی تردد کنه با ترافیک، بحث‌های زیباسازی، بحث‌های عمرانی و خدمت شما عرض کنم که بحث‌های مرتبط با شهرسازی. عمدتاً فعالیت‌های شهرداری بگونی هستش که عمده ارتباط شهروندان تو حوزه اجرایی بیش از سایر دستگاه با مجموعه شهرداری است. یعنی اون چیزی که به صورت قابل فهم و قابل رؤیت از فعالیت‌های شهرداری است و بعضا سایر دستگاه شاید بیشتر نقششان نقش پنهانتر و نقش ثانویه باشه. بسیار عالی. دکتر، میدونید ما در جشن 100 سالگی شهرداری گرگان داریم به سر میبریم و یک عملکردی رو در این 100 سال خب شهرداری داشته، فعالیت‌هایی رو در این حوزه انجام دادن. خیلی از دوستان، خیلی از شهردارها اومدند و رفتند. در این منظر 100 سالگی اولا چه برنامه‌هایی داریم الان به عنوان فرماندار شهر گرگان و اینکه چطور ارزیابی میکنید این 100 سال شهری رو؟ صحبت 100 سالگی شهرداری گرگان شد، من لازم میدونم یادی کنم از افرادی که طی 100 سال گذشته در راستای عمران و آبادانی شهر گرگان تلاش کردند، به ویژه کارکنان شهرداری گرگان، از کارگران تا کارمندان تا مسئولین و افرادی که به عنوان شهردار ایفای نقش کردند، یاد همهشان رو گرامی می‌داریم
و انشالله آن عده از عزیزانی که از دنیا رفتن همنشین انبیا و اولیاء الله باشن و اونایی که زنده هستن همیشه سلامت و سربلند و سرزنده باشن الهی. و ضرورت داشت که یادی از این عزیزان هم بکنیم. خب من تبریک میگم و گرامی میدارم 100 سالگی فعالیت شهرداری گرگان رو. معدود شهرهایی در ایران هستن که به یک قرن فعالیت رسیدن و شهر گرگان این موضوع نشان دهنده سابقه شهرنشینی در شهر گرگان است و اهمیت شهر گرگان در شمال کشور. من این ایام رو خدمت شما عرض کنم که به اعضای شورا، شهردار و کارکنان شهرداری و به ویژه به شهروندان عزیز گرگان تبریک میگم و انشالله که 100 سالگی شهرداری گرگان و به هر حال کسب 100 سال تجربه و به هر حال فراز و نشیبایی که شهرداری گذرانده باعث بشه که خدمات رسانی بهتری به مردم از این پس صورت بگیره، هرچند که از زحماتی که دوستانم در دهه‌های گذشته کشیدن کمال تشکر و سپاس رو داریم. به هر حال نکنید دوست عزیز و بزرگوار ما، اگر شهر امروز با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه، ما نباید فقط انگشت اتهام رو به سمت شهرداری ببریم یا مجموعه خود ارزم به حضور شما که کارکنان شهرداری. شاید همه سیاستگزاران و برنامه‌ریزان توی این موضوع دارای تقصیر باشن و بهشون نقد وارد کرد و به هر حال هر کسی عملکرد شهرداری منحصرا مرتبط با خودش نیستش. بماند اینکه کارهای خیلی خوبی هم انجام شده. کارهای خیلی خوبی انجام شده و ارزم به حضور شما که در دست برنامه‌ریزی است. من به همین جهت کمال تشکر و سپاس رو دارم به عنوان فرماندار گرگان. ببینید البته حرف شما کاملا صحیحه. صحبت شما کاملا صحیحه. کما اینکه در بحث شهر و مسائل شهری قاعدتاً مردم هم درگیرن، یعنی مردم هم به عنوان نفر اصلی باید اینجا مسائل رعایت بکنن که خب در حوزه شهروندی قاعدتاً حائز اهمیته. البته مردم هم به عنوان نفر سوم، یعنی ما در شهر یک موضوعاتی رو داریم انجام میدیم که خود مردم به عنوان افرادی که دستن در کار هستن، به عنوان یار کنار شهردار، کنار شهرداری، کنار فرماندار و فعالیت‌ها رو انجام بدن و اون مسائل شهروندی رو هم رعایت بکنن. جناب آقای فرماندار، یه سوالی که ذهن دوستان رو درگیر کرده این بوده که آیا شهرداری یک نهاد خدماتیه یا یک نهاد سیاسی اجرایی؟ خدمت شما عرض کنم که من بیشتر شهرداری رو یک نهاد اجرایی میدانم، اما مسلماً بخشی از کار اجرایی با فعالیت‌های سیاسی خدماتی هم گره خورده. یعنی صرفاً نمی‌تونیم بگیم شهرداری یک نهاد اجرایی است. بل مستلزم این که کار اجرایی هم سختی‌های خاص خودش رو داره و به هر حال بعد از جنبه‌های مختلف به فعالیت شهرداری نگاه کرد و بعضاً اختیارات شهرداری با مسئولیت‌هایی که داره تناسب نداره که حالا شاید تو بخشای بعدی سالش ما بیشتر بشه. حالا نکته اینجاست که ما اصلا برای خود من الان سوال شده، ما فرمانداری و شهرداری کاراشون توی راستاست یا بعضا یه جای رقابتی عمل میکنن؟ خدمت شما عرض کنم که خب فرماندار حوزه وظایفش کاملا مشخصه. هر آنچه که در شهرستان اتفاق میفته، از مسائل امنیتی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، به هر حال حوزه‌های عمرانی کاملا به فرمانداری مرتبط هستش و حوزه کارش خیلی وسیع باشه. بخشی از وظایفی که در حوزه فرمانداری هست شاید شهرداری به صورت مستقیم درش نقش داشته باشه. عرضم حضورشون که وظیفه‌مندی اولیه داشته باشه، مثل حوزه‌های امنیتی و به هر حال ما ناظر هستیم بر عملکرد شهرداری. مصوبات شهرداری به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال میشه و در هیئت تطبیق فرمانداری با توجه به اعضایی که حضور دارن، نماینده قوه قضاییه، نماینده شورای اسلامی استان و شخص فرماندار، مصوبات شهرداری بررسی میشه و در موردش اعلام نظر میشه. یعنی مصوبات پیشنهادهای شهرداری، مصوبه شورا بعد از تایید فرمانداری قابلیت اجرا پیدا میکنه. درسته. آیا مهمترین زمینه همکاری شما با به عنوان فرماندار با شهرداری چیه؟ نکنید در واقعیت علیرغم که شهرداری‌ها با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن و به هر حال اینکه خودکفا هستن و بعضا با درآمدزایی و جلب مشارکت مردم و بال استفاده از ایده‌های نو و خلاقانه کار رو پیش میبرن و این روزها هم با توجه به شرایط اقتصادی، رکود ساخت و سازها و بعضی از موارد دیگه در رابطه با عوارض با مشکلات خاصی مواجه هستند، اما عمدتاً شاید در عالم واقعیت
خیلی از برنامه‌های فرهنگی اجتماعی سایر نهادها هم با حمایت شهرداری اجرا میشه. نکنید ما به هر حال همین روزایی که داریم ما هم دیگه صحبت میکنیم رویدادهای فرهنگی مذهبی زیادی داره تو گرگان و آستان گلستان اجرا میشه. از نقش شهرداری تو این راستا نباید چشم‌پوشی کرد و خدمت شما عرض کنم که اون را باید مد نظر داشت و به هر حال میخوام بگم که فعالیت شهرداری بگونی هستش که اکنون چه درست چه غلط برای حمایت و مساعدت شهرداری برای فعالیت سایر نهادها الزام و ضرورت داره در عالم واقعیت. خب در خدمت جناب دکتر نصیبی فرماندار محترم شهر گرگان هستیم. جناب دکتر بودجه همیشه موضوع کلیدی بوده. بله. و شهرداری عمدتاً متکی به درآمدهای خودشه. حالا از قبل عوارض، از قبل حالا تراکم و اینا دولت مرکزی بودجه مستقیم چندانی هم برای شهرداری ها در نظر نگرفته. این استقلال مالی نسبی تا چه حد قدرت چانه‌زنی و تصمیم گیری شهرداری رو در مقابل نهادهای حکومتی مثل فرمانداری افزایش داده یا کاهش داده یا تعامل رو به وجود آورده؟ بله. خدمت شما عرض کنم که کمک‌های دولت بیشتر معطوف به شهرهای کوچیک و عمدتاً شهرهای زیر 50,000 نفر هست. شهرداری‌هایی مثل گرگان بیشتر به درآمدهای محلی متکی هستند و عوارضی که از شهروندان دریافت می‌کنند بماند این که ارزش افزودی هم که در اختیار خود شهرداری‌های مثل گرگان قرار می‌گیره ارزش افزودی هستش که به هر حال از طریق خود شهروندان داره تامین میشه و عمدتاً شهرداری‌های مثل گرگان باید با خودکفایی کار رو پیش ببرند و روی پای خودشان وایسن و این ضرورت استفاده از ایده‌های نو در حکمرانی و درآمدزایی و استفاده از خلاقیت در مدیریت شهری رو دوچندان میکنه. نکته‌ای که وجود داره، خب ما به هر حال اعتقاد داریم که شهرداری باید استقلال نسبی خودش رو حفظ کنه و این موضوعات هم به استقلال شهرداری کمک میکنه. از اون طرف ماجرا نکنید نقش فرمانداری شاید یه نقش پدری باشه. ما عمدتاً خدمت شما عرض کنم که مصوبایی که از طریق شورای شهر میاد و به هر حال کمک میکنه توی درآمدزایی شهرداری سعی میکنیم کمک کنیم به دوستان که کار شهرداری معطل نمونه، چون میدونیم که شهرداری به هر حال با بدهی‌های زیادی مواجه است. هزینه‌های جاریش بسیار زیاد هست، باید حقوق پرسنل رو پرداخت کنه و در این حال از کار عمرانی توی سطح شهر و خدمت شما عرض کنم که خدمات رسانی تو اوضاع مختلف از پسماند خدمات شهری هم غفلت نکنه. روی این حساب ما عمدتاً با یک نگاه تعاملی داریم با مجموعه شهرداری گرگان و در چارچوب قانون همکاری لازم رو با دوستان داریم. دکتر فرمودین درآمدزایی شهرداری، ببخشید من اینو سوال میکنم، شاید سوال خیلی از شهروندان باشه. الان شهر بازی که قرار تأسیس بشود انشاءالله اون هم جزو درآمدهای شهرداری محسوب میشود؟ خدمت شما عرض کنم که نکنید شاید یه پروژه مثل شهر بازی با توجه به هزینه سنگینی که براش شده و به هر حال درآمدی که از طریق حضور شهروندان حالا اقشار مختلف سنی در شهر بازی اتفاق میفته سالیان سال بگذره که تکاپوی هزینه‌اش رو بکنه و به هر حال هزینه‌اش یر به یر بشه اصطلاحاً. اما موضوعی که وجود داره ایجاد شهر بازی در راستای وظایف شهرداری به جهت ساخت اماکن فرهنگی و تفریحی است و ایجاد نشاط اجتماعی در شهر با توجه به اینکه به هر حال شهر گرگان که الان 100 سال از فعالیت شهرداریش میگذره نیاز داشت به داشتن شهر بازی و یک مکان تفریح مناسب و در خور شهروندان و گردشگران. البته که البته مردم راضی ان که شهرداری از قبل درآمدی که از شهر بازی و امثال هم به دست میاره، خب هزینه‌های شهری قطعاً این هزینه دوباره برمیگرده داخل شهر و برای خود شهروندان هزینه میشه. البته یه بخشی از درآمد، حالا نمیدونم جزو بخش مالیاتی که مردم پرداخت میکنن هم جزو درآمدهای شهرداری بله از طریق ارزش افزوده. بله اون هم نکنید اونم بر اساس ارزم موضوع شما که شرایطی که داره به هر حال عوارض از کسبه و صاحبان حرف و صنایع اخذ میشه از طریق اداره کل امور مالیاتی و بر اساس فرمول مشخصی بین شهرداری و توزیع میشه. در استانی مثل ما نکنید الان بخش اعظم عوارضی که در اختیار شهرداری قرار میگیره
مالیاتی هستش که از توی خود استان خود ما اخذ میشه و با توجه به اینکه استان ما بیشتر پایه درآمدش بر مبنای کشاورزی هست و به بخش کشاورزی مالیات تعلق نمیگیره و از لحاظ صنایع ما ضعیف هستیم، طبعا اون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار شهرداری و من جمله شهرداری گرگان تعلق میگیره مبلغ حالا خیلی زیادی نیست و تناسب نداره با شهرهای صنعتی که بعضا جمعیت کمتری از گرگان دارن. روی این حساب استفاده از روش‌های نو برای درآمدزایی و در چارچوب قانون بسیار اهمیت پیدا میکنه. درست، بسیار عالی. آقا ممنون از سلامت پاسخ‌های باشید. بسیار عالیتون. آقای دکتر، شهردارا توسط شورای شهر انتخاب میشن. خود شورای شهر منتخب مردمه و خب ما در این 100 سالی که شهرداری گرگان شکل گرفته عملکرد شهردارا چطور بوده؟ یعنی ما از زمانی که خب شوراها شکل گرفتن و شوراها اومدن و شهرداران رو به نوعی انتخاب کردن، میخوام عملکرد شهردارا رو چطور ارزیابی میکنین؟ آیا عملکرد خوبی بوده شما به عنوان یک اصلا فرهنگی، نه به عنوان فرماندار؟ خدمت شما عرض کنم که به هر حال طی دهه‌های مختلف ما شهرداران مختلفی در گرگان داشتیم و در رابطه با این موضوع بعد اسم فرد رو آورد و در مورد عملکردش صحبت کرد به عنوان فرماندار، نه به عنوان شهروند. خب بعضی از عزیزان تو حوزه فرهنگی اجتماعی علایق داشتن، بعضی از عزیزان توی حوزه خدمت شما عرض کنم که عمرانی و زیرساختی علاقه‌مندی داشتن، بعضی‌ها تمرکزشون رو گذاشتن تو پروژه مرتبط با مدیریت بحران. باید اسم فرد رو گفت و در مورد عملکردش قضاوت کرد و بعضاً عمر شهرداران در شهر گرگان کوتاه بوده. خب نکنین شاید بشه در مورد عملکرد کسی که 6 ماه یا 8 ماه بر مسند مدیریت شهری تکیه زده به راحتی نشه قضاوت کرد و من تصور میکنم که یک فرد حداقل باید 4 سال بر مسند شهرداری یک شهر باشه که بشه در مورد عملکردش به درستی قضاوت کرد ان شاءالله. درست. اگر بخوایم یک شهردار منتخب رو اسم ببرید میتونید این کارو بکنید؟ چه سوال سختی. نکنید واقعیت این که هر کسی که به عنوان شهردار انتخاب شده هدف اصلیش خدمت به مردم بوده و اینکه یک کارنامه خوبی از خودش به جا بذاره. نکنید مثال دارم میگم، آقای طاهری که به عنوان شهردار گرگان انتخاب شده به هر حال در زمانی انتخاب شد که اواخر دوره فعالیت شورای کنونی بود. ما انتخابات شوراها رو در اردیبهشت ماه داریم و به هر حال ایشون مد نظرش بود که در یک بازه زمانی 6 الی 7 ماه شهردار گرگان هست، حداقل برای این دوره. روی این حساب شاید تمرکزش رو گذاشت رو پروژه‌ای که به هر حال خدمت شما عرض کنم که در یک دوره زمانی کوتاه ثمرش برای مردم ظاهر میشه. به هر حال شهردارانی بودن که به نشاط اجتماعی اهمیت میدادن، شهرداری بودن که سمت پروژه زیرساختی میرفتن و بعد اسم هر شهرداری برده بشه در مورد عملکردش قضاوت کرد و شفافتر صحبت کرد. ما ترجیح میدیم که اسم نبریم، مثل سوالی که استقلالی هستی یا پرسپولیسی، بعد اینو راحت‌تر میشه جواب داد تا سوال شما رو. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. آیه دکتر، مسائل حاشیه‌نشینی با یا محلات کم برخورداری که در گرگان خب وجود دارن، برای ساماندهی مناطق مسئولیت اصلی با کیه؟ با شهرداره؟ با فرمانداره؟ بله. مسلماً تو این موضوع مسئولیت اصلی با شهرداری نیست، اما شهرداری میتونه نقش زیادی رو ایفا کنه. بله. خدمت شما عرض کنم که دستگاه‌های مختلف تو این موضوع دخیل هستن، بماند این که اصلا شکلگیری یا حاشیه‌نشینی مسائل خاص خودش رو داره و به هر حال زایده بعضی از اتفاقات دیگه هستش که شاید در یک جغرافیای دیگری رخ داده باشه. روی این حساب نکنید فرمانداری شاید هماهنگ کننده بیشتر باشه تو این حوزه و شهرداری هم جزء مجموعه هستش که میتونه نقش آفرینی کنه، اما سایر نهادها مثل بهزیستی، مثل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، خدمت شما عرض کنم که به هر حال بعضا قوه قضاییه و بعضا قرارگاهی که دارن فعالیت میکنن در کنار هم دیگه میتونن کارهای خیلی خوبی تو مناطق حاشیه‌نشین انجام بدن. بماند این که نکنید مثال دارم میگم، کارهایی که در راستای رفع مشکل حاشیه‌نشینی اتفاق میفته نیاز به زمان داره، چون بخشی از این کارها زیرساخت‌های اجتماعی خاص خودش رو میطلبه، بعضا آموزش‌ها شاید نتایجش توی سالهای بعد آشکار بشه. اما خب به هر حال یک چیزی رو ما همه بهش متفق القول هستیم که بعضا مناطق حاشیه‌ای که بعضا شاید خدمت شما عرض کنم که از شکلگیری بعضی از کلونی‌ها رخ داده و اتفاق افتاده، در گذر زمان از امکانات و عمرانی لازم هم بهره مند نشدن و امروز با انبوهی از مشکلات مواجه هستن.
توی گرگان هم ما حاشیه‌نشینی به اون شکل حالا تعریف شده در جوامع توسعه یافته رو داریم. اتفاقا گرگان یکی از شهرهایی هستش که از لحاظ حاشیه‌نشینی جزو آیتم‌های وزارت کشور میزان حاشیه‌نشینی در گرگان بالا است. بر اتفاقاتی که بعد از مرکز استان شدن رخ داد، مهاجرت‌هایی که شکل گرفت و سایر عوامل هم توی این موضوع خیلی تاثیرگذار بوده. به هر حال محدودیت بافت شهری، عدم خدمات رسانی به بعضی از مناطق، اینا رو میشه جزو دلایلش گذاشت که حاشیه‌نشینی در گرگان شکل گرفته و به هر حال الان این رو هم خدمت شما عرض کنم که این تفکر در بین سیاستگزاران و برنامه‌ریزان هم شهرستان هم دستگاه مختلف شکل گرفته که موضوعات حاشیه‌نشینی و توجه به افرادی که برای در حاشیه شهر با مشکلات زیادی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن رو جزو اولویت‌های خودشون برای رفعش قرار دادن، هم از لحاظ رفع مشکلات عمرانی هم مشکلات اجتماعی که اونجا وجود داره. رفع هم شده؟ ناکنید نمیتونیم بگیم که نمره قبولی میشه داد، اما اینکه تلاش‌های زیادی صورت گرفته. برای یکی از کارهایی که خود مجموعه شهرداری گرگان انجام داده، قرارگاه اجتماعی که صورت داده و به صورت خاص داره خود شهرداری گرگان هم کار میکنه و دفترش هم که به حال در محله القدیر است و از تلاش‌های شهرداری تو این حوزه ما کامل تشکر و سپاس رو داریم. بله، تشکر میکنیم از دوستان. از استودیو خبر شهری در خدمت شما هستیم، کاری که دوستان بسیار عزیزم در روابط عمومی شهرداری گرگان برای شما عزیزان در نظر گرفتم. در خدمت جناب دکتر نصیری هستیم، فرماندار محترم شهر گرگان، و سوالاتی که از ایشون پرسیدیم یکی از اون بخش هایی که من فکر میکنم خیلی جذاب باشه برای مردم این بخشه. جناب دکتر، چرا مدیریت جامعه شهری در گرگان شکل نمیگیره؟ خب من مجدد خدا قوت میگم و تشکر میکنم از تمام عوامل برنامه برای شهر و امیدوارم که بینندگانم خسته نشده باشن. بله، مرسی. نکته‌ای که وجود داره این که مدیریت جامعه شهریش را در گرگان شکل نمیگیره، به نظر خودم باید در ایران شکل بگیره. چون باید در ایران شکل بگیره. بله. تابع یک سری قوانین و یک سری مقررات هست، اینکه نحوه انتخاب شهردار چگونه باشه. آیا شهردار توسط شورای برآمده از رأی مردم انتخاب بشه یا اینکه شهردار مستقیم با رأی مردم انتخاب بشه. نکته بعدی این که یا اینکه اعضای شورای شهر در هنگام انتخابات شهردار منتخبشون را معرفی کنند یا نکنند. اینم جزو بحثی هستش که باید بهش پرداخت. بماند این که نکنید تناسب اختیارات با مسئولیت‌های شهردار چقدر هست. نکنید شاید مجموعه توی شهرهای توسعه یافته شهردار در حوزه آب و فاضلاب و گاز و برق هم اختیارات داره هم مسئولیت داره، اما تصور میکنم که در کشور ما در این حوزه صرفاً فقط بخش خدماتی رو بله در نظر بله. آقای دکتر جسارتاً ببینید الان یه موضوع اینجا مطرح میشه. ما الان میخوایم بدونیم واقعاً آیا قرار شکل بگیره؟ ببینید کار درست اینه که مدیریت جامعه شهری داشته باشیم. اینو شما میپذیرید اصلا کار درست اینه؟ من دقیقاً میپذیرم و مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری و روستایی وزارت کشور که خب به هر حال اینکه سازمان شهرداری و دهیاری متولیش هست روی موضوع تحقیقات زیادی انجام داده. من مقالاتی که خواندم و بعضاً گرد همایایی که با توجه به تجربه قبلی کار اداری من شکل گرفت، عمده کشورهای توسعه یافته از الگوی مدیریت جامعه شهری دارن پیروی میکنن و ما هم باید به این سمت بریم. پس ما تا اینجا با هم دیگه هم نظریم که ما باید مدیریت جامعه شهری داشته باشیم. بله. ببینید یکی از معضلاتی که به وجود میاد، شهردار میاد یک خیابان رو آسفالت میکنه، خیلی شیک، مرتب، همه چی درسته، اما 2 روز بعد 3 روز بعد یکی از ادارات مثل اداره گاز، مثل اداره برق، مثل اداره آب و فاضلاب اومده و اون مسیر رو کنده. ببین کندن این مسیر خودش شاید بگه خب یه مسیر اومدن به اندازه 70 سانت 90 سانت اینا کندن و آقا بعدش هم لوله رو جا میذارن، اونها هم باید کارشون انجام بدن، بعد پر میکنن دیگه. پر کردن اون دوباره باید 6 ماه صبر بکنن تا این زمین نشست بکنه، دوباره بتونن روش آسفالت بگیرن. خب این اگه بیاد زیر نظر یک مدیریت جامعه شهری، یعنی خود مجموعه آب و فاضلاب، مجموعه مثل اداره برق، مثل اداره مخابرات، اینا بیان آقا هماهنگی‌های لازم رو انجام بدن. تو قانونشون هست که باید هماهنگی بکنن، اما این کارو نمی‌کنن. این نقش فرماندار
تو اینکه بتونه این دوستان رو دور هم جمع بکنه و به نوعی آقا به اینا تکلیف بکنه که شما وقتی دارید در حوزه شهری کار میکنید، حالا ما در سیاست‌های کلان مدیریت جامعه شهری نداریم، ولی این کار که دیگه خیلی کار ساده‌ای به نظر میرسه، جمع کردن این عزیزان که اینا بیان و در قالب یک مدیریت جامعه شهری، نه در نامش، در قالبش بیان این فعالیت انجام بدن. اینو شما تو برنامه‌تون اصلا دارید؟ بله خدمت شما. مرسی. خب بسیاری از وظایف ادارات در تعامل با همدیگه است و به ویژه در تعامل با شهرداری. درست. نکنید ما در شهری مثل گرگان عمدتاً این رو حالا شاید جالب باشه بدونین، میانگین روستانشینی در کشور 24%، در استان گلستان 47%، اما جمعیت روستانشین شهرستان گرگان 19% هستند و خدمت شما عرض کنم که هولوش 81% از جمعیت شهرستان گرگان در شهرها سکونت دارند. روی این حساب اون بحث هماهنگی ادارات و دستگاه با مدیریت شهری بسیار برای ما دارای اهمیت ویژه است و خود مجموعه فرمانداری هم مسئولیت 40 کمیته و کارگروه و شورا رو بر عهده داره که این بخشی از این هماهنگی و مسئولیتش با فرمانداری است. توی بحثی که شما دارین فرمایش میکنیم ما کمیته حفاری رو داریم که اون هماهنگی رو باید شکل بگیره. ما بعضا در خیلی از موضوعات شهری وظیفه‌مندی اتصال و تعامل کار شهرداری و خدمت شما عرض کنم که سایر نهادها رو بر عهده داریم. نمونهش رو دارم میگم، ما جلسه روز گذشته در مورد روشنایی معابر داشتیم با حضور شهردار گرگان، شرکت توزیع نیروی برق غرب شرق گرگان و شرکت توزیع برق استان و نماینده محترم مجلس، راهداری و پلیس راهور که اونجا هماهنگی لازم صورت گرفت، چون بخشی از کار روشنایی معابر رو علیرغم اینکه شهرداری وظیفه نداره من باب زیباسازی داره انجام میده. ما طی اون جلسه هماهنگی انجام شد که هم اداره برق کارهای خاص خودش رو انجام بده در رابطه بحث روشنایی معابر که مرتبط است با بحث امنیت و حتی ترافیک و خدمت شما عرض کنم که نشاط شهروندی هم یه تقسیم کاری صورت گرفت بین شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق که اون هماهنگی لازم انجام بشه که خدمات رسانی بهتری به مردم صورت بگیره. بحث این هستش که ما تمام تلاش ما در مجموعه فرمانداری افزایش هماهنگی و تعامل بین دستگاه به ویژه با مجموعه مدیریت شهری گرگان است. حالا اینکه چقدر تو این زمینه موفق بودیم یا نه رو شهروندان باید قضاوت کنن. نه شما که مدیر توانمندی هستید، به ما ثابت شده اید آقای دکتر. ما دورادور از احوالات فعالیت شما در هم شهر گرگان هم از سمت مردم من تشکر می‌کنم از شما. ولی این بحثی که حالا مدیریت جامعه شهری رو ما به عنوان شهروند از جناب دکتر نصیبی این رو ما خواستاریم و خدمت شما عرض کنم که می‌خوایم که این اتفاق رو به نوعی پیگیر باشید که ما یک مدیریت جامعه شهری رو داشته باشیم در شهر گرگان. اصلا به عنوان پایلوت، گرگان به عنوان پایلوت در 100 سالگی خودش یک مدیریت جامعه شهری رو به خودش ببینه که منافعش در اصل برای شهروندانه و خود شهروندان فکر می‌کنم این رو دیگه بهش رسیدن. 100 سال این اتفاق رو ما در مدل‌های مختلف رصد کردیم، دیدیم. شهرداران متعددی رو این شهر به خودش دیده در 100 سالی که گذشته از بلدیه به خدمت شما عرض کنم که تبدیل به شهرداری شده. و اما سوال آخر چالشی سوال آخر از اول برنامه سوالات چالشی بود آقای دکتر. آینده حکمرانی شهری در ایران رو چطور می‌بینید؟ خدمت شما عرض کنم که ناکنید با توجه به شرایطی که الان شهرداری‌ها دارن و با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکنن، رکودی که در بحث ساخت و سازها هست، نیازمند توجه ویژه دولت به بحث مدیریت شهری در ایران هست. با توجه به اینکه اقتضاعات زندگی شهری هم تغییر کرده. شاید قبلا اگر اینکه به هر حال در حوزه پسمان اگر مردم راضی بودن که به هر حال پسماندشان سر یک ساعت منظم جمع میشه، الان نگاه به سمت تفکیک پسماند از مبدا رفته، به بحث بازیافت رفته و تو اوضاع مختلف نیازهای شهروندان تغییر کرده. واکنین شاید الان به سراغ بحث ما توی همین شهر گرگان پارکی داشتیم با حصارهای فراوان دور و برش. الان خدمت شما عرض کنم که به هر حال بحث پارک‌های هوشمند مطرح، استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت شهری و بعضی از اقتضاعات زندگی مدرن
با توجه به تغییر نسل‌ها و افزایش سواد و گسترش دانش در بین جامعه نیازمند هستش که در قانون و خدمت شما عرض کنم که در فرایند قانونگذاری و افزایش اختیارات مدیریت شهری بیش از پیش توجه بشه. خدمت شما عرض کنم که به هر حال بحث آموزش، توانمندسازی هم شهروندان هم به هر حال اینکه کسایی که کاندیدای شورای شهر میشن بیش از پیش توجه بشه و استفاده از تجربیات موفق. تاکید نهایی من به استفاده از به تغییر قانون در راستای تسهیل در فرایند مدیریت شهری است و با توجه به اینکه سوال آخر شما بود لازم می‌دانم از ابتکار روابط عمومی شهرداری گرگان تشکر کنم. الان که داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم بعد از ساعت اداری است، هوا تاریک شده و دوستان اینجا خیلی پرنشاط در پشت دوربین حضور دارن و مشغول خدمات رسانی و معرفی فعالیت‌های مدیریت شهری و در عین حال بحث‌های خدمت شما عرض کنم که قانونی مرتبط با مدیریت شهری هست. من لازم می‌دونم از دوستان تشکر کنم و آرزوی موفقیت و پیروزی رو برای همه عزیزان داشته باشم. مرسی از حضورتون. تندرست باشین ان شاء الله. تشکر می‌کنیم از شما. سلامت باشین. اما یک مسئله به چالش چون نرسیدین نه شما به عنوان یک ما شما رو در قالب مطبوعات دیده بودیم و به عنوان یک فریخته‌ای که در شهر گرگان معدود افرادی هستند که کتابی رو با گویش خود گرگانی نوشتند. خدای فرماندار زحمتشو کشیدن. آقای دکتر یه خط از اون کتابو برای شهروندان من اینجا از شما خواهش میکنم که این چالش است. خدمت شما عرض کنم که من الان چون کلا کتاب من بر اساس روایت و داستان هست خدمت شما اگه بخوام توضیح بدم و داستان رو توضیح بدم که خیلی طولانی میشه در قالب یک خط نمیشه گفت، اما کلا هیچ جا گرگان نمیشه. من همین کفایت میکنم و فکر میکنم که همین رو بگم. آفرین. کلی حرف داخلش هست. بله واقعا هیچ جا گرگان نمیشه. این با گویش گرگانی ما افتخار میکنیم که در شهری زندگی میکنیم که تمام اقلیمش در دنیا ناب و خاصه. آقا ممنونم از شما. بزرگوارین. انشالله که منم سپاسگزارم و امیدوارم که با توجه به لیاقت مردم گرگان، استعدادها و ظرفیت‌های شهر گرگان اتفاقات خوب برای گرگان رقم بخوره و مسلماً این که داره جشن 100 سالگی بلدیه شهر گرگان برگزار میشه ما میتونیم یک نگاهی به گذشته داشته باشیم. روند حکمرانی در مدیریت شهری طی یک قرن گذشته و به هر حال آسیب شناسی عمل کرد و برنامه‌ریزی برای فعالیت مطلوب در طی سالهای بعد و خدمات رسانی مناسب و آنگونه که باید و شاید به مردم عزیز، شریف و بزرگوار گرگان. برای همتون آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که ما سال بعد در جشن 101 سالگی شهرداری گرگان اینجا از دستاوردهای جدیدی که در یک سال آینده یک سال قبل اتفاق افتاده با هم دیگه صحبت کنیم و به هر حال بازم من تشکر می‌کنم از مجموعه شهرداری و شورای شهر گرگان. به هر حال دوستان پویا، پرتلاش و کارآمدی هستند و امیدوارم که با حمایت‌هایی که سایر ارگان‌ها و نهادها ازشان صورت میدن اتفاقات خوبی برای شهر دوست داشتنی، عزیز و پرخاطره با گرگان انشالله رقم بخوره. انشالله که بهترین ها برای شما و برای مردم شهر عزیزم گرگان پیش بیاد. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.